من، قبله من، دین من، ایمان من به قربانت شوم ای یوسف کنهان من. خواجه ظریف بابا چشتی یوسف زمان دیروز توسط 4 نفر در ناحیه ناشک ایالات مهاجرای هند با شلیک گلوله کشته شد. پلیس راننده و 2 نفر از همکارانشان را به خاطر این قتل دستگیر کردند. سید ظریف چشتی که از ولایت هرات ولسوالی چشت کهنه است، حدود 4 سال می شد که در هند پناهنده بود و در مدت 4 سال طرفداران و پیروان زیادی چشتی را به خود جذب کرده بود. مراسمایش شما دیدین، نیاز به تعریف نیست، صحبت نیست. از ما کرده شاید شما زیادتر تعقیب کرده باشین بابا ظریف را. قصه بابا ظریف همون قصه پیر میشه، پیری که در پکتیکا دستگیر شد از طرف طالبان و دوباره رها شد. مردم پکتیکا و بعض ولایت‌های افغانستان یعنی خود فدای او پیر میکردند، زندگی را برباد میدادند، اولادای خود میوردند که با پیر صاحب ایره شفا بیتی. مجلس دیده بودین شما که از این شار به او شار با چی موترهای زیر اسکورت میشد پیر صاحب و فیلم های پیر صاحب را شما دیدین. داستانی بابا ظریف یا خواجه ظریف هم همان قسم بود. مردم پاکستان و هند و یک تعداد ولایت‌های افغانستان زیاد به پیر باور دارند. اینجا ما چند تن از صحنه های بابا ظریف پیدا کردیم، خواجه ظریف صاحب را. او را با هم میبینیم که یک هموطن ما، شاید این اولین بار باشد که در یک کشور مردمشان را به این اندازه احمق و یک چیز دیگر نزدیک گفته بودم ساختن. یعنی کشورهای دیگر مردم ما را زیاد احمق ساختن، ولی این اولین بار یک افغانی بود یا یک هموطن ما بود که در هند مردم را هم قسم احمق ساختن. و ببینید که مردم چه مراسمی برای بابا ظریف میگیرند. چشتیه یکی از قدیمترین فرقه های تصوف اسلام است که در سال 1930 میلادی از سوریه آمد. یک استاد از سوریه بود، البته سوری، در چشت هرات آمد. این تصوف را از سوریه به افغانستان آورد. در ولایت هرات یک ولسوالی به نام چشت کهنه میگن. مردم اینجا زندگی میکنن که بابا ظریف از اونجا بود، خداوند رحمت بکنه. بسیار انسان بیعقل بود، با زندگی خود بازی کرد و لازم نیست پس سرش ما صحبت بکنیم، همه شما میفهمین. ما که در هرات بودم در این مورد نمیفهمیدم و هیچ نشنیده بودم که این تو یک فرقه در چشت کهنه وجود داره مانند بابا ظریف که به می کارهایی که اینا در هند میکردن ما با او کار نداریم. کال یک بار توهین نشوه به باورهای مردم، به رسم و رسوم بعضی مذاهب ما مداخله نمی کنیم. هر کس میفهمه کارش، ولی ما نشنیده بودم در هرات که اینطور یک چیز در چشت کهنه است یا مردم چشت اینجا است، یعنی فرقه چشت یا تصوف چشتیه در اونجا هستند. ما فقط به نام چشت کهنه شنیده بودیم مردمشان، ولی نمیفهمیدیم زیاد. در مورد کشته شدن خواجه ظریف بابا، پلیس هند را تایید کرد که با شلیک شدن گلوله بر سر ظریف بابا جان باخته است، ولی دریور و همکارشان را دستگیر کرده. یک ویدیوی 2 روز پیشه که ما از صفحه‌اش گرفتم هست که ظریف بابا در موتر نشسته، پیشروی است، موتروانش است و 2 نفر دیگه است، بس یک سمت میرن و در داخل موتر از شارخان یاد میکنه که گویا شارخان همچنان پیروی چشتیه است و در مورد چشتیه صحبت کرده. امیر کوتاه میشنویم و بعد ویدیوهای دیگه هم هست کوتاه. آیا شارخان مرید ظریف بابا شد؟ این عکسی که شما میبینید، بله، شارخان یکی از مریدهای سرتخت خواجه غریب‌نواز معین الدین چشتی هست که در وقتی که میگوید که من به درگاه خواجه معین الدین چشتی آمدم و بعد از آن اینقدر صاحب پول و ثروت شدم. مگه شارخان مریدهای سرسخت چشتیه می باشه؟ به خاطر که شارخان کوله چشتیه را به سر گذاشته، کوله سرخه، و شما همچنان در اینجا شنیدین مگه شارخان در یک تلویزیون مصاحبه داشته، گفته که ما به دربار چشتیه رفتیم، دعا کردیم، بسیار زندگی سخت داشتیم، همین دعای ما باعث شد که ما صاحب این زندگی و ثروت شدیم. این به خاطر دعایی که مستجاب شده یا قبول شده در دربار تصوف چشتیه.
این صحبتایش هست که بعد از این صحبتایش بابا ظریف کشته شده که چه کسی را انجام داده معلوم نیست. و در اینجا میریم چند صحنه از ویدیوهای بابا ظریف یا خواجه ظریف میبینیم که توسط مردم هند چگونه احترام میشد، پذیرایی میشد، مراسمای برای بابا ظریف گرفته میشد. بابا ظریف بسیار یک زندگی خوب مجلل در هند داشت. مردم احترام میکردن، پولا را سرش بات میکردن، پاش میدادن، اولادای خود میوردن که شفا بیتی با ظریف صاحب، خواجه صاحب ظریف. اما تا که پیش پیر صاحب میبردن، قصه پیر برتان کردم، ویدیو هم ساختم. اما کارا را مردم هند پیش ظریف بابا میکرد. میشنیم که ظریف بابا در اینجا چی میکنه. این مردم هند است. دخترها، خانوما، فرزندان خود میاره پیش ظریف بابا یا خواجه ظریف بابای چشتی، ایره شفا بیتی یا دست بالای کش بکن. خواجه ظریف بابا بسیار یک زندگی خوب در اینجا داشتن. از میان دیگر مهاجرین افغانستان برخواست، ایتا یک جای و مکان بر خود ساخته بود، در میان مردم بسیار جای پیدا کرده بود. ویدیوش میبینیم در حال که 4 سال میشد در هند پناهنده بود. در اینجا دیگه هر کس خود نزدیک میکنه که دستی بابا ظریف به سرشان یک دفعه کش شود که اینا گناهشان بخشیده شود یا شفا بیافته. این مردم جاهل بودن، این مردم غول هستن، این تعدادشان. البته همین یک تعداد مردم است در پاکستان، افغانستان، هند به می چیزا باور دارن. این صحنه رو شما ببینید. ظریف بابا اینجا در میدان رقص است، میدان بازی، دارک میزنه، چرخک میزنه. به خاطر دارک چرخک زدنش مردم پول سرش میندازه. این زندگی و عیشنویش ظریف بابا در هند بود که نگذاشتن. معلوم نیست که کدام ناجوان از رفقایشی را از بین بردن، اما تا که جبار خیلی در افغانستان کشتن. پول و پیسه است که بالای ظریف بابا باد میشه. مردم دیگه محفل میگیرن و زندگی کار و بار میکنن، میارن کلش پیش ظریف بابا سر. اونمو قصه پیر است. برتان گفتیم که پیرم مردم زندگی و کاشانه را اعلام میدادن. بریم که پیر صاحب آمده. برای پیر صاحب خوب مجلس میگرفتن، پول پیسه میدادن، اسکورت میکردن با موترا که ظریف بابا را در میان گله های خوشرنگ و خوشنما انداختن. ایت یک مراسم بریز. اگر کشته هم شد، خب یک 4 سال خوب به زندگی که 4 سال نه، فکر میکنم 2 سال است که ظریف بابا همین فعالیت شروع کرده بود. من زیاد تعقیب نمیکردم، بعض ویدیوهایش میرسید کوتاه میدیدم دیگه، از نیاز نبود رویش صحبت بکنیم، همه مردم میدیدن. برای 2 سال که زندگی کرد، من فکر نمیکنم که مردم افغانستان اگر 80 سال عمرم بخوره ایتو زندگی نکردن. بس است همین 2 سال همین تو زندگی هم بس است. نوش جانت که همون زندگی کردی. خب میریم یک صحنه دیگه را میبینیم. حتی پلیسای هند ببینید، حتی پلیسای هند اینجا در پیش ظریف بابا آمدن. به این اندازه مشهود در میان مردم. یکی از خوبی های ظریف بابا با ملاهای دیگه ای بود که ظریف بابا هیچ وقت نمیگفت که باید سر زده شود، باید گردن زده شود، باید کشته شود، باید جهاد شود. هیچ وقتی را نمیگفت. مردم تشویق به جنگ و گردن زدن و سر زدن نمیکرد. احترام به همه ادیان داشت و مردم را به یک راه درست هدایت میکرد. او که چیزی میفهمید یا نمیفهمید یا از روی شوقی را باز کرده بودم و چینل یوتیوب و فیسبوکی که داشت این کار میکرد، یا هم عقیده‌ای که داشت این کار میکرد، پیش خودش معلوم است. ولی من یک روز نشنیدم که تبلیغات کرده باشه که باید گردن زده شود، باید سر زده شود، باید جهاد شود. ولی دیگرایی که از اسلام نمایندگی میکنن، از دین و اسلام گپ میزنن، همیشه وقت صحبتشان گردن زدن و سر زدن و نمیفهم جهاد این چیزا میباشه. ظریف بابا یا خواجه ظریف به اندازه شهرت پیدا کرده بود در هند که به گپ خودش شاهرخان هم علاقمندش شده بود. هر قسم بود بابا ظریف، خب ما و شما نباید به مرگ کسی خوش باشیم،
نه به مرگ یا به قتل بابا ظریف و نه هم به جبارخیل، دکتر جبارخیل مرویش بر را از بین بردن، اما تا که جبارخیل را در افغانستان کشتن.